مفسرها در کتابها و ترجمانها کردند برای شما میگویم. قرآن کلام الهی است، برای سعادت بشر نازل شده است. او کتابی نیست که ما فقط برای دیوانه ها خوانیم تا اینکه دیوانه ها صحت شوند. او کتابی نیست که ما فقط در خدایی ها خوانیم به خاطر ارواح ها از ما خوشحال شوند. او کتابی نیست که بالای بیمارها بخوانیم تا اینکه سکرات مرگ برای اینها آسان شود. آره، قرآن برای اینها هم هست، اما مقصد از آمدن قرآن اینها نیست. مقصد از آمدن قرآن این هدایت و راهنمایی بشر است. مقصد از آمدن قرآن پند گرفتن از سرگذشت متکبران پیشین است. مقصد از آمدن قرآن عمل کردن به امر و نهی اوست. این است قرآن. از این سبب رسول اکرم گفتند القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. قرآن دسترخوان پرفیض، پربرکت و پرناز و نعمت خداوندی است. او دسترخوان است که در بالای او از تمام انواع میوگی ها و خوراکی ها و نوشابه ها، شیرینی ها هست. او کتاب است که در او تمام انواع و احکام زندگی با همه شاخه هاش هست. بنابر هر کدام ما و شما وظیفه دار هستیم از این دسترخوان پرفیض الهی به قدر دانش خود، به قدر فهمش خود بهره گیریم. همان بهره را که اصحاب پیغمبر گرفتند و صاحب سعادت دنیا و آخرت شدند، همان فیض را که تابعین و تبع تابعین گرفتند با این صاحبی سعادت شدند، صاحبی سربلندی هم در دنیا و هم در آخرت شدند. امروز عالم اسلام خار است. امروز عالم اسلام در هر کجا زیر بمباران ها قرار دارد. امروز عالم اسلام اختلاف دارد، به یکدیگر دشمنی دارد، به خاطر دور شدن از قرآن است، به خاطر عمل نکردن به قرآن است، به خاطر پند نگرفتن از آیات و از ضرب المثل های قرآن است. دشمنان اسلام خوب می‌دانستند تا قرآن از جامعه مسلمان ها کناره نرود، تا قرآن از خانه مسلمان ها دور نشود، تا قرآن از ذهن مسلمان ها فراموش نشود، ما نمیتونیم مسلمان ها را استثمار کنیم. این سخن چرچیل است. این سخن انسان است که مکارترین و داناترین انسان اروپا بود، سروزیر سابق انگلیس ها در وقت جنگ دوم جهانی. این سخن انسان است که قریب اکثر جزیره های عرب و آسیا را استیلا کرده گرفته بود، اما در مقابلت مسلمان ها که شکست خورد مجبور ترک کردن جزیره عرب و هندوستان و پاکستان شد. بنابر او تفکر کرد، او اندیشه کرد که برای چی ما نمیتونیم مسلمان ها را غلام خود کنیم، نمیتونیم اونها را تابع خود کنیم، نمیتونیم اونها را استثمار کنیم. اندیشه کرد، فکر کرد، به همین خلاصه آمد که سببش زنده بودن قرآن در بین مسلمان ها. بنابر مجلس لاردها پلتی سینتشان میرا
سروزیر چرچیل قرآن همراه خود گرفت برد و در پلات لاردها قرآن به دستش گرفت و بلند نشان داد. به لاردهای خود، اینه به سیناتورهای خود گفت، به دپوتاتای خود گفت. چی گفت؟ مادامی که این قرآن در بین مسلمان ها هست و عمل میکند، استثمار کردن مسلمان ها ناممکن است. بنابر شما کوشش کنید این کتاب از حیات مسلمان ها دور کنید، از جامعه مسلمان ها کناره کنید. بنابر دشمنان اسلام اول کاری که کردن چی بود؟ مسجدها را خراب کردن و آتش زدن و قرآنها را سوزاندن و خط فارسی نیاگان از بین بردن و صاحبان علم و قرآن کشتن و نابود کردن و سوزاندن. اونها در این 70 سال یک مقدار به مقصدشان رسیدند. همچون نیست؟ امروز ما 99% مردم مسلمان تاجیکستان مسلمان میگیم، اما از این 99% مردم مسلمانی که نام مسلمانی دارند همگی 10% قرآن نمیدانند. همتا است؟ نمیدانند. بنابراین چی شدن؟ وقتی که از قرآن جدا شدن چی شدن؟ کمونیست شدن. چی شدن؟ دموکرات شدن. چی شدن؟ اروپایی پرست شدن. چی شدن؟ امریکایی پرست شدن. گفتی علامه اقبال خدا رحمت کند در کلیسا، در حرم زاد و کلیسا را مرید، پرده ناموس ما را بردارید، دولتی اغیار را رحمت نمود، رقصها گردی کلیسا کرد و مور. مسلمان زاده است اما مرید کلیساست. مسلمان زاده است 1300 سال 20-25 پشتش اولادش مسلمان است، لا اله الا الله میگوید امروز مرید کلیساست، امروز مخلص اروپایی هاست، امروز از دولت اغیار، از دولت اروپایی ها و امریکایی ها افتخار دارد. دولت اغیار را رحمت نمود. زنده باد اروپا، زنده باد دموکراتیا. رقصها گردی کلیسا کرد و مود. یا الله. خوب درباره قرآن اجدام محمود جان صحبتای زیادی داشتن، گمان میکنم شنیده بودید شما. از سبب که وقتی ما رفته ایستاده است، من در باب فضیلت قرآن یک حدیث میخوانم و بعد از آن انشاءالله درس خود آغاز میکنم. امروز محفلی که ما داریم محفل نور است، اگرچه هر جمعه محفل ما محفل نور است، اما امروز